چند ساله که میخواستم اینو بگم اما میترسیدم باور نکنی، ولی الان که تصاویر پرونده اپستین تقریبا همه جا هست راحت‌تر میشه این حرفو زد که جن و شیطان وجود دارن و خیلی هامونو میپرستن. و اصلا منظورم یه سری آدما با قیافه عجق وجق که کارهای عجیب غریب میکنن نیست، بلکه دقیقا همون آدمایی که تو پرونده اپستین دیدیم، یعنی ثروتمندترین و قدرتمندترین آدمای جهان، از ترامپ و ایلان ماسک تا مقامات مهم کشورهای مختلف و حتی شیخای عرب از همه جای جهان. پس فکر نکن که ماجرای اپستین فقط یه پرونده فساد جنسی بوده توی جزیره‌ای، چون از عکس‌ها و فیلمایی که اومده میشه فهمید که آیین‌ها و روش‌های شیطان پرستی بوده، از کردن بچه‌ها گرفته تا حتی همون بچه‌ها. و فکر نکن که این یه ویدیو تئوری توته هست یا راجع به اینه که اپستین که بود و چه کرد. این ویدیو راجع به اینه که اجنه دقیقاً چی کارهایی میتونن بکنن، ارتباط این آدما باهاشون چیه و چه برنامه‌ای برای تو دارن و تو باید باش چیکار کنی. بذار اول از همه از هدفشون برات بگم. ببین اینا وقتی عظمت وجود انسانو دیدن به خاطر غرورشون تصمیم به تسلط و نابودی ما گرفتن، اما حالت نرمال اینا هیچ کاری نمیتونن با ما بکنن چون تسلطی رو ما ندارن. اما موضوع اینجاست، با تغییر سبک زندگیمون اونا میتونن وارد زندگیمون شن و کارهایی بکنن که واقعا خطرناکه. مثلا یه کاری بکنن تا تو دقیقاً همون چیزی رو انتخاب کنی که اونا میخوان و در نتیجهش نابود چی. بذار یکم بیشتر توضیح بدم. ببین اینا چون از جنس ماده نیستن، یعنی شبیه من و تو نیستن، این کار رو دقیقاً یه جوری میکنن که تو فکر کنی اون فکر و اون ایده دقیقاً مال خودته و اصلا بهش شک نکنی. و این خیلی ترسناکه، چون ببین اگه مثلا یه آدمی بیاد بگه که ببین بیا این کارو بکن، تو ممکنه اولش یکم 2 تا 4 تا کنی، بگی خب چه نفعی برای این داره، چرا داری این حرفو به من میزنه. یه 2 تا 4 تا میکنی، ممکنه بفهمی که اون کار به ضررته، چون میدونی که اون ایده مال خودت نیست، مال کسی دیگه است. اما توی این موجودات کاملا قضیه فرق میکنه و این موجودات اصلا اینجوری نیستن و اگه پاشون تو زندگی تو واشه قدرت اینو دارن که یه ایده و فکر رو یه جوری توی قلب و ذهنت بکارن که تو فکر کنی دقیقاً مال خودته و اصلا بهش شک نکنی و بررسیش نکنی و انجامش بدی. اینجا میرسیم سراغ نکته اصلیش، چون نمیتونن خودشون بیان بگن که ببین تو رو خدا سبک زندگی تو تغییر بده که من بتونم بیام وارد زندگیت شم و دهنتو سرویس کنم. اینجاست که مجبور میشن از سربازهای انسانیشون استفاده کنن برای تغییر سبک زندگی مردم جهان. و برای این کار به کیا نیاز دارن؟ سیاستمدارا، ثروتمندا، اینفلوئنسرها، دقیقاً همون سه دسته‌ای که میبینی تو پرونده اپستین اسمشون اومده. حالا اون سبک زندگی که اونا میخوان چیه؟ ببین یه لحظه فکر کن، تو وقتی به دنیا میای هیچ ایرادی نداری، یعنی نه دروغ میگی، نه غیبت میکنی، نه مثلا موقع دستشویی رفتن یا رابطه جنسی دوست داری یه کسی تو رو ببینه، چون این یه چیزیه که آدم ذاتاً دوست داره مخفی باشه دیگه. ولی الان که دور و برتون نگاه میکنی میبینی دقیقاً سبک زندگی که داره عادی میشه اینه که مردم خیلی راحت به هم دروغ بگن، سر هم دیگه کلاه بذارن، یا حتی تصاویری میاد بیرون که از توالتایی که دقیقاً بغل هم دیگه کاراشونو میکنن، یا بدتر از اون یه سایتایی هست که مردم 24 ساعته رابطه خیلی ها رو میتونن ببینن. و همه اینا سایت‌ها، اینفلوئنسرها دقیقاً برنامه‌شون یکیه که تو از اون ذات خودت فاصله بگیری. و اوایل که آدم این کارا رو میکنه یه حس عذاب وجدانی بهش دست میده، انگار یه کاری که نباید میکرده رو انجام داده، چون هنوز اون ذات سالمه. یا چیزی که احتمالاً حتی توی اینستام دیده باشی، سلبریتی‌ها و خواننده‌هایی که میان علنا تو مصاحبه‌ها میگن که من برای اینکه معروف شم مجبور شدم معامله کنم و روحمو به شیطان بفروشم. و توی موزیک ویدیوهاشون یا حتی فیلم‌ها پر از المان‌ها و نمادهای شیطان پرستی و فراماسونریه. و این هم معلومه دیگه، مردم شبیه کسی میشن که دوستش دارن. مردم چون با سلبریتی ها حال میکنن طبیعیه که این گروه تمرکزشو بذاره روی سلبریتی ها. احتمالاً اینجای داستان اگه باهوش باشی میفهمی که چرا تو زندگیت خیلی وقتا کلی ویدیوهای انگیزشی یا نه حتی ویدیوهای خوبی راجع به توسعه فردی دیدی، یه سری کارهایی کردی تا یه مسیری رو رفتی ولی دوباره جا زدی، موفق نشدی. دلیلش چیه؟ چون این موجودات نمیخوان حتی توی زندگی نرمال داشته باشی، چه برسه به اینکه بخوای تو رشد کنی. اگه تا اینجای ویدیو اومدی احتمالاً سوال بعدیت اینه، الان که فهمیدم اینا میخوان دهنمو سرویس کنن و خیلی هم دستشون پره از ثروت، قدرت، رسانه، همه چیو دارن، من باید چیکار کنم؟ بهترین راهکاری که میشناسم، چیزی که حتی توی خیلی از ویدیوهای توسعه فردی و مربیای سبک زندگی جهان داره راجبش صحبت میشه و اونم اینه، وقتی توی این ماجرا فهمیدی که تو دشمن داری، دقیقاً شبیه ساید بندی میمونه بین خیر و شر،
سیاهی و سفیدی و اون ساید تاریک قدرت اینو داره که بخواد روحتو آزار بده، حتما ساید برعکسش که ساید نور و روشنایی باشه میتونه به روحت کمک کنه. و اون ساید روشنایی چیزی نیست جز خدا، که دقیقا تو برنامه اونا همین بوده که مردم از خدا دور کنن. چون میبینی یکی مثل استیون هاکینگ که کلی نظریه راجع به اینکه خدا نیست، اصلا وجود نداره داده، همونیه که نزدیک 300 مورد از همین پرونده‌های اپستین عکس و تصاویر همین آدم بوده. یا نه یه صحبتی رو بین مردم جا میندازن که ببین هر جا یه بحث دشمنی، جنگی، هر چیزی بوده در طول تاریخ، پای یه دینی در وسط بوده. کاری با بحث سیاسیش ندارم. بله در لباس دین خیلی خیانت‌ها شده، خیلی جنگ‌ها شده، مسیحیت، یهودیت، حتی خود اسلام خیلی جا اشتباه شده. اما اینکه بیای اونو وصلش کنی به اینکه خدا بده و من باید از خدا دور شم، کاری که اینا غیر مستقیم کردن و دارن میکنن. واقعا هم چرت و پرت دیگه. اینکه یه دکتری یه اشتباهی بکنه ما نمیگیم کلا علم پزشکی بده، نه اون دکتر بد بوده. 4 نفر تو لباس دین گندی میزنن به زندگی من و تو، ربطی به خدا که نداره. راهکار اصلی که میخوام بگم همینه، اینکه آدم دوباره با خدا دوست شه، باهاش صحبت کنه به زبونی که خودش بفهمه، همینجوری عادیه، انگار داری با یه دوست صحبت میکنی. بهش بگه که خدایا ببخشید به حرفات گوش نمیکردم، الان میفهمم که هر چیزی میگفتی دقیقا به نفع خودمه. دوستانه بگم گند زدم به زندگی خودم، کمکم کن، جز تو از هیچ کس کار بر نمیاد. الان که رفتم دورامو زدم، به هر کسی رو انداختم، رفیقام تنهام گذاشتن، میفهمم که جز تو واقعا هیچ کس نیست. ببخشید که به همه رو زدم به جز تو همیشه آخرین گزینم بودی و حق داری که ناراحت باشی. واسه همین اومدم عذرخواهی. آدمیزاده دیگه اشتباه میکنه. خدا هم اونجوری که من شناختمش عقده‌ای نیست که بخواد بگه نه برو. تره بگم مثل ماها نیست. عرفو بذار کنار، بهش بگو ببین ببخشید که حالت نرمال نمیفهمیدم که باید از نعمتات شکرگزاری کنم. تا الان که مثلا میبینی تو 3-4 سال اخیر چقدر دوره توسعه فردی و سبک زندگی، اونم به زبان‌های انگلیسی داره فروخته میشه، کتاب‌ها و دوره‌های مختلف، که ببین اگه میخوای موفق شی باید شکرگزاری کنی، اگه میخوای موفق شی باید مدیتیشن کنی، تمرکز داشته باشی. خب از اولش مگه غیر از این بوده که تو بشینی شکرگزاری کنی، از خودت باش صحبت کنی، مدیتیشن یا هر چیز دیگه ای؟ بعد از این میبینی که وقتی رفتی تو ساید خدا چقدر زندگیت فرق میکنه. اجنه که هیچ کاری باید نمیتونم بکنم بعد از اون حتما، ولی خب درسته دنیا هنوز دست اون سربازاشون هست و یکم دنیا کثافت گرفته است. برای اون هم راهکار هست که برای اینکه این ویدیو دیگه بیشتر از این طولانی نشه تا همینجا صحبتمو قطع میکنم. و اگه دوست داشتی راجع به این صحبت‌ها و این نکات بیشتر بدونی، حتما چنل رو دنبال کن.